درود دوستان عزیز، امیدوارم که حالتون خوب و خوش باشه و در فاز مثبت قرار داشته باشید. امروز 13 مارس 2025 هست و ما طبق قولی که به دوستان دادیم در خدمت ژنرال جمال ناصر صدیقی هستیم و موضوع گفتگوی ما مقدمات تحقق صلح جهانی است با توجه به دستورات و خواسته هایی که فقیر بزرگوار سعید محمدی تورکی نازنین در طول سالهای گذشته و همینطور در تماسی که همین اواخر با بنده برقرار کردند مشخصاً به جهانیان اعلام کردند و امروز ما گفتگوی بسیار جدی داریم برای هم مردم ایران هم مردم جهان و بالاخص 1% و 3% گرداننده جهان که بایستی خودشون رو هرچه سریعتر با اون سرفست هایی که در این گفتگو بنده با ژنرال جمال ناصر صدیقی مطرح خواهم کرد هماهنگ بکنیم. درود جناب ژنرال. درود و عرض ادب دارم استاد ولی پوری عزیز، خدمت شما، خدمت اعضای محترم نهضت سفید جهان و ملت و مردم افغانستان، ایران، منطقه و جهان. سپاسگزارم. بندم درود دارم خدمت شما. خیلی سپاسگزارم از وقتی که برای ما اختصاص دادید و همینطور گفتگو بسیار زیبایی که هفته گذشته با عزیزان نهضت سفید داشتیم. جناب ژنرال، یه مقداری از حال حاضر جهان، مخصوصا اون کشورهایی که مردم اونها رو به ابرقدرت و قطب میشناسند، یه تصویری برای ما ارائه بدید که تحلیل سیاسی و نظامی شما الان چگونه است از این وقایعی که داره هر روز به صورت دقیقه‌ای اون چیدمان تغییر میکنه تا وارد بحثمون بشیم. استاد ولی پور، اما قدر که سالهای بسیار طولانی استاد سعید محمدی تورکی برای گردانندگان جهان، برای اون 1% و 3% و 97% بشریت هشدارها را داده بود که خط داره به خط خود میرسه و باید صلح جهانی تحقق پیدا بکنه. ما ببینیم که جهان طرف یک تشنج بسیار خطرناک، یک حرکت بسیار خطرناکی، آغاز یک خطر بزرگ جهانی هست برای انقراض بشریت، برای نابودی بشریت. دو حالت اینجا وجود داره، یا یکی این 1% ها این بشر را به همه قسمی که 7000 سال در جهل، تزویر، در فقر، در جنگ، در کشتار، در خون، در بیدادی نگه داشتن و این به همه شدتی که با تکنولوژی مدرن جدید اونا دارن مدیریت میکنن اما هم خواهد کرد، یا بشریت را به انقراض خواهند برد، یا ای که بشریت بیدار میشه و این شب آخرین صحبت های ما هم برای گردانندگان جهان، هم برای از او 1%، برای 2% و یا 3% بگوییم و برای 97% ما انجام میتیم که رفع مسئولیت شود. در طول سالهایی که استاد سعید محمدی تورکی و 1 سالی که ما در مطبوعات هستم و شما تشریف دارین و ما همه برای بشریت هشدار میتیم و از این خط سرخ وقت خط قرمز یا چراغ قرمز که داره و حساب روشن میشه، باید بشریت بیدار شود. شما ببینین که زمانی که آقای ترامپ در امریکا قبل از انتخابات آمد، برای تمام مردم آمریکا گفت که ما زمانی که قدرت را بگیرم بهترین شرایط کار، زندگی و زمینه های کار، بستر کار و بهترین زندگی را برای شما مساعد می سازم. از زمانی که آمده قدرت را گرفته در آمریکا، وضعیت اقتصادی آمریکا برای شما بهتر معلوم است. برای کسانی که در ایالات متحده آمریکا زندگی میکنند چقدر قیمتی شده روان است و مردم مشکلات عدیده اقتصادی را دارن به دوش میکشند، در حالی که جنگ تجاری بین همسایگانشان که کانادا و مکزیک باشه، بین اروپا و امریکا، بین چین و آمریکا مطلقاً آغاز شده. این جنگ اقتصادی و مفهومی از این است که کشورها دارن
به حساب اقتصادشان صدمه میبینه. نه، بشریت اینجا اقتصادشان صدمه میبینه. این بشر چی در کانادا باشد، چی در اروپا باشد، چی در مکزیک باشد، چی در چین باشد، چی در آسیا و افریقا باشد، زمانی که اینا امی آخرین پولها و سرمایه های از اینا را میخواین توسط ازمی به حساب بالا بردن تکس ها ببلعن. خب حال کسی که $1000 هزینه میکنه با بلند رفتن تکس ها مجبور است $3000 هزینه بکنه، یعنی سطح اقتصاد افت میکنه و میلیون ها میلیون انسان به شما معلوم است که شغلش از دست میده. خب این ظلم است که سر بشریت آمدنی هست. این بشریت را ما چقدر هشدار میتیم، 1 سال میشه که آخرین داشته هایتان را توسط پول دیجیتال، توسط از این به حساب که گویا برای شما حقتان میته، گویا برای شما حمایت میکنن، نه تنها آقای ترامپ، حالا رهبری اروپا باشه، رهبری چین باشه، رهبری تمام جهان، 1% ها این کار را دارن انجام میدن. یعنی بشریت طرف فقر میره، بشریت طرف قحطی میره، بشریت طرف مشکلات عدیده اقتصادی دامنگیری از اینا میشه. زمانی که مشکلات اقتصادی دامنگیریشان شد، همه سرگردانی به دست آوردن 1 لقمه غذا و کرایه خانه، پرداخت اقساط، تقسیط و غیره میشه. اینا از حق و حقیقت دور میشن، بالاخره در همون خرافات و جهلی که گرفتار هستن هنوزم غرق میشن. بنان اینجا در جنگ اوکراین هم شما ببینید که 30 روز اینا اعلان از طرف اوکراین گویا آتش بس اعلان شد، در حالی که جنگ در روز اول آتش بس شدت گرفت که صدها و صدها پهپاد هم روسیه را بمباردمان کردن و هم اوکراین را زیر ساختایش زدن. و همین رقم جنگی که بین چین و ایالات متحده آمریکا که پیشروی است از جنگ تجاری شروع میشه، که چین هم اعلان کرد و آمریکا هم اعلان کرد که ما به هر نوع جنگ اردویشان آماده است. خب در خاور میانه بیاییم که ببینیم که در سوریه وضعیت به طرف بهبود روان نیست، به طرف مشکلات و کشتار روان هستند. و همچنان در ایران ببینیم که جنگ بین آمریکا و ایران بسیار محتمل است که ما اینجا در دقایق آینده بحث خواهیم کرد. و در افغانستان وضعیت اقتصادی مردم در این ماه مبارک رمضان به مراتب خرابتر شده و وضعیت امنیتی در پاکستان شما دیدین که اونجا 1 ترین را گروگان گرفتن و صدها نفر اونجا کشته و از دست رفت. بنان وضعیت جهان طرف یک فلاکت روان است. خب طرف فلاکت روان است. یا امشب این ملت ها بیدار میشن، یا امشب آغاز تحقق صلح جهانی خواهد بود، یا یکی طرف یک انقراض میرن. انتخاب به دستی از 1%، 3% و 97% خواهد بود. ما رفع مسئولیت میکنیم امشب. ممنون از محبتتان. سپاسگزارم جناب ژنرال، ممنون از صحبت‌های عالی که مطرح کردید. دوستان برای من پیام میذارن در یوتیوب که حالا پیام ها رو من متوجه نمیشم. یه عده میگن صدای ما سینک نیست، یه عده میگن صدا عالیه و باز ما با مشکل مواجه شدیم. به هر حال که جناب ژنرال، با تماس فقیر از زندان با بنده پیام روشن به رهبران جهان داده شد و فکر میکنم که کم شدن فاصله بین اجرایی شدن خواسته های فقیر و صحبت هایی که من و شما داریم هر روز میکنیم، هر روز این فاصله اجرایی شدن این صحبت ها داره کمتر میشه و سریعتر داره انجام میشه. من فکر میکنم که بخشی از این افراد یا گردانندگان پشت صحنه پیام رو گرفتن، همونطوری که استاد در تماس با بنده گفتن که ترامپ و پوتین متوجه نامه ایشون شدند. وقایعی که جلو داره میره، من میخوام به یه چیدمانی هم قبل اینکه شما اون نکات کلیدی رو درباره اتفاقاتی که به نفع صلح جهانی است مطرح بکنید، میخوام بر اساس کشورها و رفتارشون
این دو تفکر پشت پرده رو، این دو پسرعمو رو با شناسایی بکنیم، یا بهتر برای بینندگانمون معرفی بکنیم. ما امروز ترامپ رو در موضع حداقل زبانی تلاش برای برقراری صلح و هشدار از یک جنگ خانمانسوز به اسم جنگ جهانی سوم میبینیم. و در کنار ترامپ میبینیم که اسرائیل هم پس از یه شیطنت‌هایی، مخصوصا پس از اینکه به نتانیاهو هم تلاش برای حذف فیزیکیش اتفاق افتاد، هم مشکل بیماری پروستات پیدا کرد و هم رأی دادگاه لاهه براش مطرح شد، تغییر رویه دیدیم که اومد بیشتر در کنار ترامپ و برخلاف اسرائیلی که همیشه دست بالاتر رو با امریکا داشت، الان میبینیم اسرائیل حرف گوش کنی که به اووال آفیس هم میره برای ملاقات ترامپ. یعنی کاملا برخلاف 46 سال گذشته ما میبینیم که این بار اسرائیل داره حرف امریکا رو گوش میکنه. و همینطور پوتینی رو میبینیم که همه فکر میکردن جهان دو قطبی یا چند قطبی پوتین و روسیه در مقابل امریکاست، و الان میبینیم که حداقل مواضع ظاهری روسیه نسبت به ناتو، اعضای ناتو، اروپا و حتی انگلیس، کانادا، به ترامپ داره نزدیکتر میشه و یه جورایی ما یه اتفاق یا متفقین جدیدی رو داریم میبینیم که الان روسیه، اسرائیل و امریکا به ظاهر نزدیک به هم عمل میکنن و اروپا و کانادا و انگلیس دارن جبهه مخالفی رو تشکیل میدن. آیا این تحلیل من درسته؟ استاد تحلیل شما درست است کاملا، ولی یک در موضوعگیری های آقای ترامپ یک سلسله مذبذب بودن نمیبینیم، ما تزلزل را میبینیم. متوجه استین؟ امروز یک صحبت میکنه، فردا تغییر میکنه صحبت دیگهش. درست است؟ هی میگفت که ما غزه را میخریم و غزه باید از اینجا کوچ کنه، مردم فلسطین از اینجا کوچ کنه بره، حالا داره عقب نشینی میکنه. یک بار هی تعرفه وضع میکنه، دوباره عقب نشینی میکنه. آقای ترامپ ما فکر میکنم که بین سرای کاکای مثبت و منفی گرفتار است، هنوز نتونسته که انتخاب بکنه که کدام سمت را چیز بکنه. هی داره میگه که مرا امی سیستم آوردن، رئیس جمهور ساختن، بعد میآید حرفای بعضی وقتها حرفای کسانی که منفیگراستن یا یکی میخواین جهان را به او چراغ سرخ برسانن، او را از دهنش بیرون میته و بعضی وقتها فرموده شما طرفدار صلح و ثبات جهانی میباشه. یعنی یک ثباتی فکری و ثباتی لفظی را ما آقای ترامپ نمیبینیم، حس نمیکنیم. اگر من درست توضیح داشته باشم. بله درست میگید، ولی من معتقد هستم که این مسئله جناب ژنرال ناشی از چند چیز هست. یکیش اینه که ترامپ هیچ کار است. ترامپ فقط یک مجریه و گرداننده دیگر یا گردانندگان دیگر دستورها از جای دیگه ای داره میاد. و دومین مسئله اینه که بازی ترامپ هم بازی به مرگ بگیر تا به تب راضی بشود هست. یعنی ایشون، من احساس میکنم تزلزل نیست، شیوه اینجوریه که مذاکره یا نظامی و بین این دو بازی میکنه. 50% تعرفه میذارم، حالا تعلیقش میکنم، حمله میکنم، حالا مذاکره میکنم، اخراجتون میکنم، حالا یه ماه وقت میدم. من احساس میکنم که این ناشی از شیوه بازی ایشون هست. یعنی ایشون در حقیقت غیر قابل پیش بینی داره جلوه میکنه برای رقباش و هر آینه میتونه تغییر بده. یعنی از دوستی به دشمنی و از دشمنی به دوستی به سادگی جا به جا میشه و اتفاقا من خوشم میاد از این حرکت. خیلی شبیه خود بنده است این شیوه. یعنی اصلا دوست و دشمنش مشخص نیست.
میتونه یه دفعه موضع درباره کانادایی که بغل گوششه داشته باشه، دوباره یه شب هم میتونه بگه اوکی فعلا 30 روز بهتون وقت میدم، یا با زلنسکی به اون شیوه برخورد کنه بندازتش بیرون، بعد که بچه خوبی شد و اومد برای باج دادن قربونش هم بره. یعنی من احساس میکنم که حرکت های ترامپ چون با اون شیوه سنتی و کلاسیک سیاست همخوانی نداره، شاید تزلزل جلوه کنه، ولی من احساس میکنم که بیش از این تزلزل هست. یعنی پشتش هم گرمه به یک داستانی که خب مردم عادی در جریان نیستن و نسبت به صلح جهانی هم نگاه من جناب ژنرال به این گونه است که ما وقتی از صلح صحبت میکنیم معناش این نیست که این صلح حتما با روبوسی قرار اتفاق بیفته. این میتونه با تهدید، با جنگ، میتونه با رویارویی، جنگ اقتصادی، جنگ نظامی هم همراه باشه. و وقتی داری صحبت میکنه ترامپ، اگر هم صحبت‌های تندی داره یا جنگی رو مطرح میکنه یا جنگ اقتصادی رو پیش میکشه، این گونه نیست که ایشون از مسیر صلح داره هی جا به جا میشه. من همیشه به این امریکایی ها میگفتم برای بازی کردن با دیوانگان شما به یک رهبر دیوانه نیاز دارید. یعنی اصلا طرف مقابل وقتی جنایتکاره، وقتی تبهکاره، وقتی صداقت نداره، وقتی بازی با شما میکنه، شما هم باید مهره‌ای که میگذارید جنس اونها باشه. شیطان با شیطان زده بشه. دقت میکنید؟ نمیدونم حالا تا شما استادی تخصص سیاسی و نظامیش که شما که از من خیلی بالاتره، ولی نگاه من به ترامپ این گونه است که ایشون متزلزل بودنش به خاطر اینه که یک فردی، یک جریانی پشت صحنه هستش که اون بر اساس تغییر رفتار بازیگران سیاسی جهان تغییر خواسته میده. یعنی اگر امروز میگه میزنم، وقتی میبینه که طرف مقابل تغییر رویه داد، میگه حالا مذاکره هم میتونم بکنم. در صورتی که در سیاست گذاری دولت ها قبلا همچی چیزی نبود. سیاست ها بلند مدت بود، دوست و دشمن تعریف میشد، منافع ملی تعریف میشد. الان در عملکرد ترامپ فکر میکنم آخرین چیزی که مطرحه منافع ملی امریکاست. یعنی اصلا داره یک بازی بزرگتری رو انجام میده. بفهم. استاد گپ شما درست است، اما دو گپ اینجاست. یک یکی پشتش گرم است، دو خوی شکی نیست. یک موضوع دومی که ایرا آوردن در قدرت، خودش هم همین چیز تاکید کرد و ما هم گفتیم که ایرا در قدرت آوردن. خب یک دومی که اصلی بازیگران پشت پرده هستند، فرموده شما این هم درست است. ولی اگر آقای ترامپ به نفع صلح جهانی کار میکنه، باید بشریت هدف ما بشریت 340 میلیون نفوذ امریکاست. هدف ما بشریت کسانی که در سرزمین ها زندگی میکنن که اینا بدانن که این مهره است که طرف صلح جهانی میبره جهان را. خب چنان که خواست ما هممی است. خب اینجا آل خو امو رقمی که ما شما قبلا صحبت کردیم که استاد دورکی هم میگفت، ما هم میگوییم که سر اژدها ایران است. خب آل میایم از این که تا زمانی که استاد ولی پور در ایران صلح، عدالت، حق، عزت متوجه استین و شفقت، عشق، مهربانی حاکم نشه، در جهان هیچ تغییری نمی آید، در منطقه هیچ تغییری نمی آید. خب بنابراین ای که ما میگیم سر اژدها ایران است، خب
و دلیلی از این میگوییم که چون گردانندگان جهان از ایران هستند. خب حالا شما ببینین که در افغانستان تمام بازی هایی که حال صورت میگیره، فرمان هایی را که آقای ملا هیبت الله میته، تمامی از این ملا هیبت الله خون میته، تمامی از این توسط سپاه پاسداران ترتیب و تنظیم میشه و اونا حمایت میکنن. خب حالا ما آمدیم که اینجا ما دو گزینه داریم استاد. بشریت دو گزینه داره. خب به خصوص ایران دو گزینه داره. یا یکی استاد سعید محمدی دورکی را از زندان آزاد میسازن، ایران را برشان تسلیم میکنن، خودشان سر تعظیم و تسلیم در میارن که بشریت بره طرف صلح جهانی، آغاز بشه روند صلح جهانی، عملا آغاز بشه. در اون صورت مطمئن باشین که به ترتیب جنگ اوکراین خاموش خواهد شد، اروپا در جنگ داخل نخواهد شد، بین آمریکا و چین جنگی در کار نخواهد بود، بین کره شمالی و جنوبی و آمریکا جنگی در کار نخواهد بود و همین رقم ثبات در منطقه و جهان برمیگرده و بشریت طرف حق و حق طلبی و طرف عدالت خواهد رفت. اگر اینا به این امر تمکین نکنن به زمان بسیار کوتاه، من این خدمتتون میگم به زمان بسیار کوتاه، اما رقمی که ما باران خون را شما دیدین، سیل خون جاری بود در ایران، متوجه بدین از آسمان. بله من شما فرستادم دیگه هیچ چاره رژیم ایران دیگه نداره. این شب باید انتخاب بکنه که طرف صلح جهانی میرن یا آنقدر زده بشن که اونجوری خونی را که ما ویدیوش خدمت شما فرستادم که از آسمان فرود می آمد اونجوری خون فرود خواهد آمد. بله. و این به ضرر بشریت است. بنابراین پیشنهاد من این شب به تمام گردانندگان به خصوص گردانندگان جمهوری اسلامی همی است که سر تعظیم فرود بیارن و برای حق، نه برای کسی دیگه، نه برای شخص، برای حق و عدالت. خب بشریت را از نابودی نجات بدن، بشریت را از کشت و خون نجات بدن. اما قصه آقای ترامپ میگه که انسان ها کشته میشه. من این گپ تایید میکنم که در اوکراین میگه انسان ها کشته میشه، میلیون ها انسان. اما رقمی که آقای ترامپ طرف زلنسکی گفت که تو طرف جنگ دوم جهانی، گفت سوم جهانی، گفت داره سوق میتی، گفت خب بازی میکنی با جنگ سوم جهانی. ببینن این گپای عادی و تصادفی نیست. امشب پیغام ما واضح هست که باید گوش بتن و باید سعید محمدی دورکی را آزاد بسازن و او بروه در تلویزیون مرکزی ایران صحبت بکنه و پیغام صلح جهانی را از زبان ایشان باید ما بشنویم و بشریت بشنوه. و این جنگ ها تمامش فروکش میکنه. مطمئن باشین که تمامی جنگ ها فروکش میکنه و جهان طرف ثبات، صلح، عشق، محبت خواهد رفت. این گفتنی های از خدمت شما. جناب جنرال، این حد اعلایی است که 2 اردیبهشت قرار بود انجام بشه و تا امروز هم بازی های مختلفی دارن در میارن و زیر بار نرفتن، ولی این فرصتی که داده شده محدوده. من اینجا فرمایش شما رو مهر تاییدی داشته باشم برش که 5 روز دیگه، یعنی تا 17 مارچ که فکر میکنم 27 اسفند 1403 شمسی ایرانی بشود و برابر باشد با 11 ماه و 1 روز از ورود فقیر بزرگوار به ایران. 11 ماه و 1 روز. 11/01. بله 11/01. همونطور که خاطرتون هست تماس فقیر با بنده 10 ماه و 1 روز 10 ماه و 11 روز گذشته بود. 10/11 بود و الان 11 ماه و 1 روز هم پایان فرصت این هاست برای اینکه در صف حق قرار بگیرن. صلح جهانی به هر روی تحقق پیدا خواهد کرد، ولی خب شیطان با شیطان زده خواهد شد. هر کسی که بخواد وسط بازی کنه یا در کنار باطل بایسته زده خواهد شد. ما اینجا اعلام میکنیم که گردانندگان جهان
های کشورها که عددی نیستن، ترامپ و پوتین و نتانیاهویی که اگر ما صحبت میکنیم برای اینه که 96% اینها رو میشناسه، نه اینکه ما اینها رو عددی حساب بذاریم. ما با شما داریم مستقیما صحبت میکنیم که اگر نوکرهاتون تا تاریخی که اعلام کردن به یک اتحادی رسیدن و فقیر بزرگوار هم آمد در کنار بنده و ما حقایق رو به مردم جهان اعلام کردیم، صلح جهانی با کمترین آسیب و تلفات و ویرانی تحقق پیدا میکنه. اما پس از این تاریخ شما صفتون دیگه جداست، یعنی باطل در صف خودشه، حق هم در صف خودش. هر کسی نیامده باشه دیگه انتظار فروپاشی رو داشته باشه، میخواد کانادا باشه، میخواد چین باشه مثل چینی میشکنه، میخواد روسیه باشه پوتینش میشه دمپایی. اونجا هم سرد جناب ژنرال، به یاد جنگ جهانی اول که در اونجا میجنگیدن، شاید این بار هم میدان جنگ کانادا باشه، خیلی هواش هم شبیه همون روسیه است دیگه. یا بریتانیای کبیری که به داشتن کانادا مینازه شاید صغیر بشه دیگه، ایالت 51 امریکا بشود کاناداش و دیگه بریتانیا یه صغیر باشه دیگه، مشغول دلداری دادن به ولز و ایرلند باشه، اونا رو آرومشون کنه. و اروپایی که خیلی با در کنار امریکا بودن در این سالها گذران کرده، از اروپایی به روپایی، ایرانیا فوتبال بازی میکنن روپایی میزنن، یه دفعه میبینی اروپا هم روپایی باش زده میشه، چینی مثل چینی میشکنه. نمیدونم، اینا میاد تو ذهن من جناب ژنرال، اگر در این تاریخی اتفاق نیفته بشریت شاید یه روزی میگفت ایران تکه تکه شد، نمیدونم افغانستان کوچک شد، اینجا جدا شد ازش، بلخ اینجوری شد، بخارا اینجوری شد. این رو جهان تجربه خواهد کرد، یعنی تاریخ به گونه دیگه نوشته خواهد شد، خواهند گفت که کانادا هم این شکلی بود یه زمانی تقسیم شد، چین هم به این شکل بود تقسیم شد، اروپا هم ساز و کارش به این شکل بود و تقسیم شد. من این رو هم میبینم، یعنی تا 17 مارچ نظامی، ماه مارچ نظامی است، تا 17 حالا با جنگ اقتصادی، با صدا بالا بردن، با بازی های سیاسی، هر کاری بلدید، نامه دادن، مذاکره کردن، تقسیماتتون رو مشخص کنید، چون بعد اون دیگه هر کسی هم زنبیل و سبد بیاره ما قبول نخواهیم کرد. من قرار نیست که تا ابد ما اینجا منتظر باشیم دعوت کنیم برای صلح. بعد اون ایران، جهان، شما هم بیاید در کنار فقیر بخواید قرار بگیرید، ما قبول نمی کنیم. ما میگیم نه، همونجا وایستا شیطان با شیطان بازی کن. اینه که من خواستم اینو اعلام بکنم که پایان فرصتی است که فقیر داده. 11 ماه و 1 روز، 17 مارچ، 27 اسفند، پایان فرصتی است که فقیر داده و هر دو کد، هم 10-11 هم 11-01 تحقق پیدا میکنه و زمان آخر میشه. زمین یه صاحبهایی پیدا کرده بود جناب ژنرال، زمان هم یه صاحبی داره و زمان رو، فرصت رو به پایان میرسونه و بعد از اون دیگه هر کسی حق هست، هر کسی باطل هست، میاد و اون سهم خودش رو درو میکنه، برداشت میکنه. 21 مارچ، 21 رمضان، ماه میلادی با ماه قمری برابری پیدا کرده. 40 سال قبل ماه شمسی با ماه قمری برابری داشت و یک بار دیگه بعد 40 سال ما این رو خورشید از غرب
طلوع میکنه معنا میکنیم. اونایی که معنویت رو دنبال میکنن میدونن یعنی چی. از غرب خورشید طلوع کردن وقتی فقیر بزرگوار اینو مطرح میکنه. درترین کشورها امکان اینو دارند که امروز خیرترین عملها رو انجام بدن و جاهایی که شما به صلح و آرومی و بچه خوب بودن، مثل چین، شما همش ببینید چینی ها چقدر آدم های صلح طلبی هستند، کانادایی ها چقدر کول و صلح، اروپایی ها چقدر دنبال صلح هستن. جا به جایی اتفاق میفته، نقش ها عوض میشه. اون کشورهایی که شما به جنگ و جنگ طلبی و زورگویی میشناختید به دنبال صلح خواهند رفت و اون کشورهایی که صلح طلب میشناسید، این گلوبالیست ها، این دموکرات ها، این با پنبه سر به برها، اینها در کنار باطل جاشون تضمین شده و خواهید شناختشون. ایران، شما نامه ترامپ رو هم از امارات گرفتید، همون جایی که فقیر اذیت شد از طرف حاکمین اونجا، زندانی شد و اونا ابو اسناد رو خیلی خوب میشناسن. و جالب، آخرین سند رو هم جناب ژنرال همین اماراتی ها برای جمهوری اسلامی میبرند. نامه‌ای که ترامپ نوشته اصلا اندازه دهن ترامپ نیست، کاملا فقیر این نامه رو انگار یا از اندیشه فقیر نوشتن. یه دست خورشید، یه دست ماه، یک دست صلح، یه دست جنگ. خودشون باید انتخاب کنن، اما تا ابد وقت ندارید برای انتخاب. تا 17 مارچ فرصت دارید تا انتخاب بکنید که در کنار امریکا که نوکری فقیر رو داره میکنه قرار میگیرید یا میخواید که در مقابل فقیر باشید. اگر که این فرصت رو از دست بدید، پروردگار به حال ایرانیان گریه خواهد کرد. من یه جمله دیگه بگم جناب ژنرال. اگر که به سمت صلح حرکت نکنند، برای سوریه مردم جهان گریستند، برای ایران خدا خواهد گریست، برای جهان کسی نخواهد بود که گریه کند. اینم من اینجا اعلام بکنم دیگه. اینجوری نیست که فقط فکر کنن ایران قرار هستش که بسوزد. جهان و ایران برای جهان، جهان برای ایران هست. انتخاب خودشون هست. بفهمید جناب ژنرال. یه طرح‌هایی هم دارم که الان مطرح خواهم کرد براتون. بفرمایید. استاد، همون رقمی که آقای ترامپ میگه که کانادا باید ایالت 51 آمریکا باشه، این شعار صلح جهانی است. این باید این کشورها یک جای شوند. شما کی هستین سرحد کشیدین برای آقای ولیپور، برای ما، برای احمد محمود، اردوها را گذاشتین که ما جای رفته نمیتونیم. شما کی هستین که زمین و این کره پروردگار عالم خالق یکتا حضرت حق که ما را اینجا خلق کرده که صاحبان از این جهان ما بشریت هستیم، شما محدودیت خلق میکنین کسی جای رفته نمیتونه. و شما برای ما میگوین که میگریشن و که کوچی اجباری، ویزا فلانی. این آقای ترامپ شعار اول صلح جهانی را میزنه که بیاید کانادا ایالت 51 باشه، ایالت 52 مکزیک باشه. چی نیازی هست که مردم آمریکای جنوبی و لاتین به آمریکا کوچ کنن بیاید؟ چرا همونجا آمریکا نباشه؟ چی نیازی هست که مردم افغانستان، مردم ایران کوچ بکنن به اروپا برن؟ چرا همونجا اروپا و آمریکا نباشد؟ همه اینا انجام خواهد شد. چرا آمریکایی ها کوچ کنن از آمریکا، از اروپا برون استرالیا؟ اجبارن. یکی که به عشق و به محبت سرزمین و جای زندگیشان عوض میکنن مشکلی نیست، ولی از مجبوریت که شما میسازین. یک. دوم که همون قسمی که فرموده شما که به حال جهانیان کسی نخواهد بود گریه بکند. من کاملا تایید میکنم استاد ولیپور.
کاملا تایید میکنم تاریخ 1101 و 1703 را که باید اینا تا او تاریخ را تسلیم حق شود. خب ما کمتر از این چیزی نمیخواهیم که باید مسئولیت ایران، منطقه و جهان را برای فقیر بزرگوار تسلیم بکنن و صلح از تهران، امور رقمی که سر اژدها ایران است، باید صلح جهانی از تریبیون ایران اعلان شود توسط فقیر. ما کمتر از این چیزی را قبول نداریم. جناب ژنرال، گپ دوم، اپوزیسیونی جعلی که میخواین جابجایی صورت میگیره، جعل با جعل، ایران برشان پیغام میرسانیم. هم شما، هم من بنده فقیر و فقیر بزرگوار و شما بنده فقیر، همه ما پیام میگذاریم که این جابجایی های جعل با جعل که صورت گرفته در طول 7000 سال دیگه ختم است. نباید برای ازی چانس باید داده شود که این اپوزیسیونی جعلی بیاید جابجای جعلی دیگری شود، ظالمی دیگر بیاید جای ظالمی دیگری را پر کند. چی زیبا کار کرد آقای ترامپ که تمام منابع ای اپوزیسیون های جعلی را قطع کرد. واقعا کار زیبا و ستایشی هست. ایشون دستورات فقیر رو داره انجام میده. یعنی فقیر که گفتن نامه بنده رو ترامپ فهمید، بله. تماس با بنده الان به صورت روزانه هر درخواستی دستوری از فقیر هست اینا دارن انجام میدن. جناب ژنرال، از خود امریکا اگر صلح جهانی رو اینها سریعا پیاده نکنن، فقیر با بنده صحبت نداشته باشه و در کنار بنده قرار نگیره، از خود امریکا جناب ژنرال من به شما قول میدم جاده ابریشم رو از همینجا شروع میکنم، از امریکای جنوبی تا کانادا، از کانادا به روسیه، از روسیه به چین، از چین به هند و پاکستان و افغانستان و ایران، از ایران به اروپا وصل میکنم. یعنی کاملا دیگه شما متوجه شدید چی رو دارم میگم. از اینجا جاده ابریشم میسازیم، من زمینی پا میشم میام، یعنی جاده برام میکشن، زمینی پا میشم میام و هر کسی جلوی مسیر باشه کنار زده میشه. خودتون میتونید انتخاب بکنید که در صلح باشیم و آن چیزی که الان هست اصلاح بشود، یا اینکه ببینید که حق چگونه در صف اول با شما میجنگه. جاده ابریشم رو از این جایی که شما جعل کردید و با پول مردم ایران ساختیدش میکشیم تا خود ایران. برید یه ذره فکر کنید بینندگان عزیز، من جلوتر دارم وقایع رو میگم. یعنی اگر مردم کانادا عقل سرشون باشه خودشون پا میشن، این نخست وزیرشون اینا رو بیخیال میشن، خودشون وکیل میگیرن، رفراندوم برگزار میکنن، الحاق میشن به خاک امریکا اگر میخوان امان داشته باشن. در غیر این صورت جاده اتفاقا از کانادا رد میشود. در غیر این صورت زمین جنگ اگر به امریکا حمله بشه در خود کانادا خواهد بود. مکزیکیا نون به نرخ روز خورن، هر کسی خطر بیشتری براشون داشته باشه حرف اونو گوش میکنن. شما کانادایی ها اگر هر چه سریعتر از اون سیستم حقوقی استفاده کنید، میتونید رفراندوم برگزار کنید، میتونید وکیل داشته باشید و بیاید ایالت‌های مختلف بیاید و به ترامپ پیام بدید، ملحق بشید تا بی‌طرف حساب بشید، چون این مسئله میگم ادامه پیدا خواهد کرد. اینا جناب ژنرال ما 17 مارچ رو اعلام میکنیم، ولی بنده معتقدم که اینها باطل بودن خودشون ادامه خواهند داد. اینها تا با زور کنار نرند، با صلح و عشق
نمیان در مسیر حق قرار بگیرن، ولی اگر فرصت بهشون داده نشه خواهند گفت به ما نگفتید. برای همین 11 ماه و 1 روز اتفاق میفته. بعد 11 ماه و 1 روز آماده باشن که ببینن کوروش چجوری کشورگشایی کرده، ببینن که کوروش چجوری جهان رو آزاد کرده، ببینن که سعید محمدی دورکی که میگفت چرا داری شاه صدا میزنی، چرا داری ترامپ صدا میزنی، چرا داری رضا پهلوی 2000 صدا میزنی، خودت چرا نمیای بگی من شاه جهانم؟ اون وقت معنا خواهد شد. اگر 8 جلد کتابی که فقیر به جمهوری اسلامی داده است رو خوندید، دقیقا میدونید که بنده از کجا سخن میگم. این اپوزیسیون ها تبدیل خواهند شد به پوزیشن. تمام اسرار پشت پرده اینها رو جناب ژنرال از جزیره جفری اپستین چیه میگن اینها تا بقیه کثافتکاریاشون رو تلویزیون ها نمایش خواهند داد. اینا شما فکر نکنید به فکر جابجایی میتونن باشن. اصلا اینها وجهه‌ای نخواهند داشت که بخوان بیان در کنار مردم. همه اسناد اینها رو فقیر اعلام کرده. حالا پروردگار ستارالعیوبه، فرصت میده که افراد اصلاح بشن، ولی در یک جایی همه اینها علنی پخش خواهد شد. و من به جرئت بهتون میگم اگر امروز اصلا اپوزیسیونی هست، به خاطر این هستش که بفهمیم چه کسانی به دور اینها جمع میشند. چون شیطان با شیطان باید زده بشه. عده‌ای که دنبال حق نیستن، دنبال باطلن، بایستی برن دنبال اینها جمع بشن تا وقتی 25 ستاره اتفاق میفته دیگه تکلیف ها مشخص باشه. بفهمید جناب. تشکر استاد ولی پور. من با شما 100% موافق هستم. ما خدمتتان باز ما عرض میکنم که پیشنهاد ما برای از اینا مدت هاست، سال هاست از طرف استاد سعید محمدی دورکی صورت گرفته، برای بیداری بشریت برای خودی از اینا اعلان شده، از طرف شما اعلان شده، از طرف منی بنده فقیر برشان گفته شده و حالا امشب ما نهایی میسازیم این کار را، نهایی میسازیم دیگه. بناهن ما باز هم میگوییم که از کشت و کشتار، از جنگ، از خون، از قهر، غضب جلوگیری شوه. بشریت با کمترین صدمه باید به صلح جهانی برسه. اما قسمی که پیشتر شما گفتین با کمترین صدمه باید برسه. به هر ترتیبی که شده سعید محمدی دورکی آمدنی هست و او اعلام صلح جهانی را میکنه. از امو تلویزیون مرکزی ایران صلح جهانی اعلان خواهد شد. ولی چی خوب که امی آغازش با صلح باشه، از طرف شما به طرف حق بیاین و تسلیم حق شوید و به حق بپیوندید. این بهترین گزینه هست. احسن. برای حداقل آینده اطفال شما را با این جهل و تزویری که شما زندگی کردین نباید گره بزنید. جناب ژنرال، بله عزیز دل من، ما صلح میخوایم، با شیطان هم میشینیم صحبت میکنیم برای صلح، ولی اینها آمدنی نیستند. اینها، من دارم رفتارها رو میبینم جناب ژنرال، اینا دارن مردم افغانستان رو میبرن به اروپا. برای چی؟ شما ماهاست دارید میگید سرباز دارن جمع میکنن، پاکستان رو دارن میبرن اروپا. بنده دستور دادم که ایرانی، پاکستانی، افغانستانی، هیچ اصلا مسلمانی نیاد امریکا که تبدیل به سرباز بشه. ولی اروپایی ها دارن یه بازی دیگه ای میکنن. ما داریم میبینیم که اینا دارن جمع میکنن. الان تا دیروز اجازه نمیدادن مردم پاکستان بیان، مردم افغانستان برن آلمان، برن فرانسه، برن جای دیگه. الان دارن با هواپیما خودشون واردشون میکنن که چیکار بکنن؟ سربازگیری میکنن.
دربازگیری میکنه. خب من دارم اینا رو میبینم، اینا یه نشانه صلحه. وقتی بریتانیا میاد وام های گنده میده به این زلنسکی و کسای دیگه، اینا نشانه صلحه؟ اینا نشانه جنگه. و زمانی که مکرون میگه من چتر اتمی رو میسازم، زمانی که اینا میاین میگن که پولند اعلان میکنه که تمام مردمی که به سربازی برابر است بیان ثبت نام بکنن برای جنگ، خب همه نشانه‌های از جنگ است. دقیقاً فرموده شما. مست 1 سال است هشدار میتونم که اروپا میخواد که در جنگ دخیل شود، مستقیم خودش دخیل شود. خب به همین خاطر اینا آمادگی گرفته هستند. حالا اگر اینا به حق نپیوندن، اول ما برای ایران میگوییم، برای رژیم ایران میگوییم، چون استاد سعید محمدی دورکی اونجاست. خب آزاد بکنن و به اصول جهانی رو اعلان بکنن که ما جلوگیری بکنیم از جنگ اروپا با روسیه، ما جلوگیری بکنیم از جنگ اقتصادی و که نظامی احتمالش زیاد است با چین، آمریکا با چین، کره شمالی و جنوبی، هند و پاکستان، داخل خود افغانستان، پاکستان، ایران و خاور میانه. ببینین همه در طرف اونمو باران خون روان است. متاسفانه من 100% صحبت‌های شما را تایید میکنم که نشانه هایی که طرف صلح میره نیست. متاسفانه نشانه هایی که طرف جنگ و خشونت میره همه جناب ژنرال، این ماجرای کانادا به این دلیل بایستی کنار رود چون اینها میخوان که از سمت اروپا، از سمت ایران و از سمت کانادا به روسیه حمله کنن. برای همین هم امریکا کانادا رو کلن حذف خواهد کرد که اصلا نتونه که در چند جهت روسیه رو درگیر بکنن. ایران هم قطعا بدونید که آزاد خواهد شد. من پیشنهاد میدم، چون میدونم اینها نمیان، من پیشنهاد میدم که به جای اینکه نتنز و فرودو و پالایشگاه های ایران زده بشود که هزینه‌اش رو هم فقیر بزرگوار متحمل شدند برای ساخت و ساز همه ایران، می شود که سران رژیم جمهوری اسلامی کاملا خنثی بشن. یعنی دونه دونه تک به تک، به طور که تا الان تمیز عمل کردن، اونها رو خنثی بکنن، خود به خود ایران آزاد میشه. به هر حال ما برای آزادی جهان بایست ایران آزاد بکنیم. بایست ایران آزاد بشه تا جهان آزاد بشه. بله. بله. چون اینها دو جا باقی موندن، ایران و الان اروپا. الان جمع شدن تو اروپا و ایران. در ایران هم اتفاق بیفته، ما دیگه کاملا مشخص میتونیم به سمت اون بخشی از خانواده های دجال که قبول نمیخوان بکنن حق رو، شاه جهانشون که تسلیم شده، بسیاری از افرادشون حداقل در ظاهر ابراز ارادت به فقیر کردن، ولی یه عده‌ای که الان ما به عنوان گلوبالیست میشناسیم، ما به عنوان برخی کشورهایی با این اندیشه ها میشناسیم، سوسیالیست و کمونیست و کاری ندارم با اینها که در این دو قطبی دارن بازی میکنن با ماسک های مختلف، گهی چینن، گهی اروپا، گهی شوروی، هم فرق نمیکنه، ماسک ها عوض میشه. مردم این ماسک ها باید بیفته آشنا بشن که داستان چیست. گردانندگان جهان، دوستان، مردم بشنوید، گردانندگان جهان بخشیشون الان شکست خوردن به حق، در خدمت حق قرار گرفتند. نه اینکه بگیم آدمای خوبی هن. اینا خودشون جنایتکارن، ولی تصمیم بر این گرفتن که اطاعت کنن، بلکه تخفیفی در مجازاتشون داده بشه. بخش دیگه ای هم تصمیم گرفتن تا آخرین لحظه بجنگن. جهان الان برای اولین بار داره دو قطبی رو تجربه میکنه. دو قطبی نبوده. اصولگرا، اصلاحات، کانسرواتیو، دموکرات، سوسیالیست و کمونیست و کپیتالیست، اینا بازی های خودشون بوده. الان حق و باطل است.
یا حق یا باطل. الان دو قطب شده. الان هستش که شما خود حق رو در صف اول جنگ با باطل، رویاری بین شر و خیر الان داره اتفاق میفته و بی‌تعارف دارم بهتون میگم، شیطان با شیطان زده میشه. خود اینها اصلا ما لشکر نیاز نداریم. الان میبینید امریکا داره خلاف تصور همه تحلیلگران سیاسی عمل میکنه. روسیه داره خلاف تحلیلات همه اساتید سیاست داره عمل میکنه. ایران هم تا 5 روز دیگه این فرصت رو داری که تمام اون پایگاه های نظامی که امریکا در دور شما ساخته تبدیل بشه به پایگاه های حفاظت از شما. اگر بیاید به سمت حق، اگر در کنار فقیر قرار بگیرید، همه اون پایگاه شما رو، مردم ایران، مردم افغانستان از شما رو محافظت خواهند کرد، مجهزم خواهند کرد به بهترین تکنولوژی نظامی و اقتصادی جهان. همین ایلان ماسک بهترین تکنولوژی ها رو براتون خواهد آورد. همین امریکا بهترین سلاح ها رو برای دفاع از شما خواهد آورد. اگر نیایید به سمت حق، برعکس میشه. همه جهان حمله میکنن شما رو بزنن. انتخاب خودتونه. 5 روز بهتون مهلت میدیم. یعنی مهلتی که ما میدیم یعنی ما فقط یه مجری هستیم، یه گوینده هستیم که بدونید که 5 روز بیشتر فرصت نمانده تا 11/01. اگر انتخاب میکنید که بیاید جبران کنید تمام این، به یه تعبیری 46 سال، به یه تعبیری 250 سال، به یه تعبیری 5000 سال دجال بازی و دروغگویی و جنایتکاری و تبهکاری رو، این فرصتتون هست. اگر این رو پس بزنید، ما تماشاچی هستیم، ما دخالتی نمی کنیم که شیطان با شیطان زده شه. خودتون به جون هم میافتید. آن چیزی که باقی ماند مال خیره. آن چیزی که باقی ماند انسانهای خیر هستند. برگی از درختی نمیافتد بدون نظم و تدبیر. هیچ کسی زده نمی شود اگر حقش نباشه. این شکلیست. حالا میخواید باور کنید، میخواید صبر کنید که ببینید تا باور کنید، فرقی نمیکنه. گردانندگان ایران کاملا میدانند که ما چی داریم میگیم و جهانی که الان داره مجهز خودش رو میکنه، اروپایی که حتی داره سرباز جمع میکنه، پناهنده به اسم سرباز جمع میکنه، هم میدونه که ما داریم از چی صحبت میکنیم. چون صحبت ما با پشت پرده این هاست، نه با این رئیس جمهور و نخست وزیر و پادشاهانش. ما با پشت پرده اینها داریم صحبت میکنیم. میگیم که بدونید که ما هم میدونیم. فقط شما نیست که الان در از پشت پرده ها و نحوه اداره جهان خبر دارید. فقیر بزرگوار به ما هم اطلاع داده. بالا سرتونم نگاه کنید، حق رو متوجه میشید. اگر تا الان هم 11 ماه ادامه دار شدید، به جهت درخواستیه که فقیر داره. فقیر میخواد که صلح باشه، با کمترین هزینه، با کمترین خونریزی، با کمترین رنج. میگه حتی شیاطین هم بیان راحت زندگی بکنن. این سلسله باطل، ای کشت کرا کشتی تا کشته شدی باز، این سلسله باطل کشت و کشتار و ظلم و ستم و فقر و آوارگی رو میخوایم پایان بدیم و زندگی بکنیم. نمیخواید کسی که در مقابل این خواسته بیسته، خب باید زده بشه دیگه. قرار نیستش که همه مردم تا ابد بیان تقاص یه عده‌ای که نمیخوان همه راحت زندگی بکنن، همه آرامش داشته باشن، همه پدر و مادر بالا سرشون باشه،
شرمنده خانواده‌شون نشن، خونه داشته باشن، غذا داشته باشن، پوشاک داشته باشن. نمیخوان این رو. میگن ما داشته باشیم بقیه برده ما باشن، بقیه به خاطر شکم بچهشون حاضر باشن دستورات ما رو انجام بدن. این تمام شد. این با پیدا شدن سعید محمدی دورکی این خیال رو از سرتون بیرون کنید. تمام شد اون دوران خدایی کردن شما بر بشر تمام شد. الان حساب کتاب داره پس گرفته میشه. میخواید باور کنید؟ میخواید که صبر کنید تا به چشمتون ببینید. ببخشید جناب جنرال طولانی صحبت کردم. خواهش میکنم. خیلی عالی صحبت کردین استاد. دیگه زمان برای از اینا باقی نمانده و قرار هم نیست کسی انتظاری از اینا را بکشه به خاطر حق و عدالت و عزت و عشق محبت، امو رقمی که استاد فقیر میگفت و ما و شما میگوییم. بنابراین ما صحبت های ما در اینجا خدمتتان عرض میکنم که باید اینا به حق تسلیم شوند، در غیر از او و از اون تاریخی که شما گفتین و ما هم تایید میکنیم که بیشتر وقت برشان داده نشده خواهد شد. موضوع دومی که باید فقیر آزاد شود، باید از تلویزیونی اینا سر تعظیم فرود بیارن و با کمترین هزینه امو هست سر تعظیم فرود بیارن. هزینه بشری و هزینه اقتصادی و سیاسی کمترینش هست که اعلان صلح جهانی را بکنن. خب گپ دوم ای است که یایی که خدای ناخواسته سر تعظیم نیارن، همون رقمی که خودشان میدانن و صحبتهای ما را خوب درک میکنن، آنقدر زده خواهد شد، آنقدر پشیمانی خواهند کرد که دیگر سودی نخواهد داشت و اپوزیسیون های جعلی هم بروند کنار به زندگی شخصیشان برسن. کافی است که در 46 سالی که در ایران، در 46 سال 48 سالی که این ظلم حاکم بود، این بی‌عدالتی حاکم بود، اپوزیسیون بی‌عدالتی هم بر ذهن مردم حاکم بود. خب امروز تاریخی آمده که باید اینا ختم بکنن، باید تسلیم حق شوند، حقایق را باید بگن. اما رقمی که شما فرمودین در 8 جلد کتاب همه صحبت ها، همه کود ها، همه گپا نوشته شده و بالاخره رمزگشایی باید شود به خاطر بشریت، آل چی اینا بخواهن چی نخواهن. گپی ما در اینجا ختم است و شما چیزی گفتنی داشته باشین اضافه بکنین دیگه، چون این پروگرام ما و شما پروگرام است که باید این چیزا اتفاق بیفته، باید این گپا باید بشه، باید صلح جهانی بیاید، چی خوب با کمترین هزینه. بسیار عالی جناب ژنرال. تا اینجا گفتیم یک مرحله دیگه هم هستش که هم فقیر با خود شما صحبت کردن، هم در لایو هاشون بارها گفتن و هم در آخرین تماسی که با بنده داشتن تاکید کردن که ریست و پاکسازی انجام میشه. ما تا اینجا از تعامل بین گردانندگان سابق جهان و نوکرانشون 1% و 3% و 96 بعضا صحبت کردیم. اتفاقی که بعد از این اگر ما به صلح جهانی میگیم برسیم، اگر نرسیم به اون صلح جهانی در زمان مقرر در موعد معلوم، پاکمون میکنند. یعنی اینو شک نکنید که تر و خشک رو با هم میزنن. فعلا دست نگه داشتن که خودمون حل کنیم دعوامون رو. اگر حل نکنید، بنده به چشم خودم نشانم دادن که اما فیلم 2012 که ساخته بودن زمین فرو می نشست و همه جا ویران می شد، به چشم خودم دیدم که بدون اینکه جناب جنرال نه بمبی منفجر بشه نه موشکی زده بشه، همینطور زمین داشت فرو می نشست و همه چی رو در خودش می بلعید.
اینو به چشم خودم دیدم و فقیر هم تأکید کردن که این ریست و پاکسازی اتفاق میفته اگه به صلح جهانی نرسن. انتخاب خودشونه. اگر میخوان زندگی بکنن باید لوکیشنی باقی بماند، خودشون، فرزندانشون، خانواده هاشون. ولی اینا مثل این که مصداق نه خود خورد نه کستهت میخواد باشن. یعنی نه خودشون مثل انسان زندگی کردن، همشون بیمار، همشون افسرده، همشون بدخواب، بیخواب، نه یه غذای درست میتونن بخورن، دکترشون گفته این برات خوب نیست، نه یه بالش راحت سرشونو میتونن بذارن، همش نگرانی، همش عذاب وجدان، نمیخوان که بذارن درست بشه. باز ما داریم هشدار میدیم که نکنید این کار رو. اونهایی که خیر هستند سفینت و نجات رو میبینند، کشتی نوح رو مینشینند. شمایید که بلعیده میشید. نکنید این کار رو. تو فرصت هست بیاید درستش کنیم. سپاسگزارم از جناب ژنرال جمال ناصر صدیقی که ما یه لایو متفاوت گذاشتیم. جناب ژنرال ممنونم از شما. مردم پیراهن روشن و بسیار روشن پوشیدم به دلیل از اینکه نماینگر صلح جهانی از ما پیغام صلح جهانی را برسانیم. استاد ولی پوری عزیز، خب قطعاً آره، بنابراین از شما و دستندرکاران برنامه شما و اعضای محترم نهضت سپید و تمام شنوندگان نهایت عزیز و بزرگوار در سرتاسر منطقه ایران، افغانستان، منطقه و جهان سپاسگزار هستم. ممنون از محبت‌هایشان. امیدوار هستم که ما به اسرع وقت و به زودترین فرصت به صلح جهانی برسیم. ممنون از محبت. سپاسگزارم جناب ژنرال. ما هم دنبال صلح هستیم، ولی به مانند مادری که وقتی بچهش درسشو نمیخونه مجبوره که فریاد بزنه یا تنبیهش کنه یا در اتاق حبسش کنه، این از نفرت نیست. دیلی داره میاد هممون رو قراره درگیر بکنه و چه فقیر بزرگوار چه بنده و شما از این هستش که هشدار به بشریت میدیم. اگر صلح میخواید باید بالغ باشید و در وحدت در کنار هم قرار بگیرید. این لوکیشن به گونه‌ای باشه که دیگه جنگی نباشه، گرسنه‌ای نباشه، آواره‌ای نباشه، مردم در دریاها غرق نشن، مردم در کمپ‌ها بهشون جسارت نشه، کسی سطل آشغال خم نشه دنبال غذا بگرده. اگر این رو فراهم کنید اون وقت ببینید که چه چیزی در انتظارتون خواهد بود. اگر نکنید این کار رو، وحشتناک است آن چیزی که در انتظار بشریته. حالا ما دیوانه بهمون لقب میدن، هزاران انگ به ما میزنن، ولی وظیفمونه که امری که به ما شده رو بیایم ابلاغ بکنیم به بشریت. بعد از اون دیگه خودشون میدونن. سپاسگزارم جناب ژنرال. سپاس از شما. شب شما بخیر باشه. ممنونم از دوستان نهضت سپید و همه بینندگان ما. امید که دجالان و گردانندگان فرقه تبهکار پشت پرده این آخرین فرصت ها رو جدی بگیرن و تلاش بکنند برای جبران مسیر 7000 ساله غلطی که پیاده کردن. دقایق کمی پیش روی همگی ما مانده. ما هم به دنبال صلح جهانی هستیم و حتی به یه تعبیری ما نسل سوخته ایم. برای اکثریت ما آنچه که نباید بر سرمان گذشته. اگر افرادی مثل فقیر بزرگوار دغدغه‌مند هستند برای نجات گذشتگان و آیندگان هست، امید که این پند رو از اون پیر بپذیرند و تا فرصت هست به حق بپیوندند
وسط بازی نکنن، حق و باطل وسط نداره، حق شوخی نیست. و ما قبل از اینکه ارکستر محلقا لقاء مه با خورشید اتفاق بیفتد مهیا شده باشیم. ارکستر محلقا زمان آخر شماست.